سلام، یک بار دیگه با شما این با یک فارشتاک دیگه در یک روز بارانی شهر رشت. هی باران میشه یا آفتاب میشه، هوا مشخص نیست. آره، پس از یک مساوی خونگی، حالا به قول اون دوست عزیزی که کامنت گذاشته بود برای تو، ما بازی قبل کاملا روحی هم دادیم دیگه، گفتیم که من گفتم 3-1 میبریم، تو گفتی میبریم، همه گفتن پیروز میشیم. اصلا اینطوریه. من منبر هر بازی میگم آقا اصلا بر اساس هواداری میگم اصلا ما بازی میبریم، ما دیگه از منطق دور بشیم دیگه. مثلا نه منطقیش هم که گفتیم میبریم که نبردیم. منطقی باید میبردیم نبردیم. اصلا منبر اگه بازی که منطقی باید به بازی هم میگیم ببریم، بعضیا بهشون برنخوره. متاسفانه مساوی کردیم. سلام بگم. آره، سلام خدمت همه همراهان وارشتاک و هواداران داماش. خب میگفتم علی، مساوی کردیم بازیو که باید میبردیم، مساوی کردیم در مقابل تیم خوش طلایی که تیم بدی بود، ولی ما به نوعی بدتر از اون بودیم یا حداقل در همون حد بد بودیم و مساوی کردیم باش. خب خوش طلایی ما تو بازی تو نیمه اول به نظرم خیلی خوب بازی کردیم. همون دقایق اول هم گل زدیم به توسط رضا زاهدتبار که به نظر من تو کل این فصل یکی از معدود بازیکنایی بوده که واقعا داره با تمام توانش بازی میکنه و خیلی خوب بازی کرده و به نظر فارغ از تمام حواشی‌ها و اتفاقاتی که افتاده به فکر پیشرفت فوتبالی این نکته مثبتیه توی تیم. بالاخره نکات مثبت باید بگیم. واقعا تا اینجا کار خیلی خوب کار کرده، امیدوارم به این روندش ادامه بده، به تیم کمک کنه. بگذاریم ما جلو افتادیم، موقعیت‌های دیگه هم داشتیم، یه پنالتی هم که توی وقت اضافه گرفتیم. متاسفانه میگیم پنالتی نمیگیرن، برای اون بازی پنالتی نگرفت، این بازی اینجا گرفتیم. این دومین بار بود این فصل دیگه که پنالتی الان گرفته شد در گل نکردیم. آره. حالا من دیده بودم یک سریا به بیچاره محمد رستمی انتقاد می‌کردن که تو نمیدونم مثلا آمدانه نزدی، آمدانه کسی بخواد بزنه خب مثلا میزنه اوت دیگه، نمیزنه مثلا تیر زده. مثلا این همچین صحبتای واقعا صحبتای درستی نیست. خودش کسی دوست داره توپو بزنه تو اوت بعد بازی اصلا آره. حرف اینو اونو میشنن. متاسفانه بازی رو نبردیم، بازی که باید می‌بردیم. آره، توی ضربه شوری مجدد متاسفانه روی کاشته گل خوردیم. کاشته رو بازیکنشون خوب زد، واقعا به گوشه زد، ولی خب حالا شاید توانا میتونست یکم با جاگیری بهتر شد. ما جلوشو بیشتر زدیم. حالا بس جدا از اون آره اصلا ما نیمه دوم بازی رو میدیدی هرس می‌خوردی. خودت دیدی دیگه. اصلا دو تا توپ، دو تا پاس درست حسابی اینا تو محوطه حریف ما نمیتونستیم بدیم. عملا انگار تیم دیگه وا داده بود بازیو و هر طوری که شد نتونستیم گل بزنیم. واقعا من برای حرفی نمیمونه اصلا این قسمت میخوام بگم. اصلا نیمه دوم غیر قابل تعریف بود، غیر قابل حیف شد. تو و سیدعلی هاشمی هم که نیمه دوم از کنار زمین اخراج شدید. یه اتفاق دیگه پیش میاد. گاهن آره ناظران یه سختگیری بیش از حدی دارن. مشکل نه. بازی ان شاءالله این اتفاق. بعد از بازی هم که البته خب اینم باعث شد حالا بعد مدت‌ها من روی سکو برم. آخرین بار که روی سکوی عزودی بازی رفت بودم 6 سال 7 سال پیش. آره خیلی ولاگ متفاوتی هم در اومد. آره. بعد از بازی هم که خب هوادارا هم به بازیکن‌ها انتقاد داشتن، هم به مالک باشگاه انتقاد داشتن. بازیکن‌ها از این جهت که گفتم خب چه وضع بازی کردن تو طول فصل، یه بازی خونگی مقابل مثلا خوش طلایی تیمی که اینطوری مشکلات فراوان داره رو دیگه باید مثلا می‌بردید و حرف هوادارا این بود که برای کادر فنی این هم عوض شد. اگر مشکل از کادر فنی بود که بالاخره خودشون نشون میداد دیگه این تغییرات. حالا از نظر خودم این انتقاد زیاد واردی حقیقتا نیست، یعنی بازیکن‌ها خب سطحشون همینه، این ترکیب همینن و انتظار واقعا عجیب و غریبی نمیتونیم داشته باشیم. از قبل ما اینو گفتیم، یعنی اصلا قبل از این که حتی نظر محمدی بخواد بیاد بره بعد کلانتری بیاد گفتیم، همینجا بارها اعلام کرده بودیم، هوادارم بارها گفته که مشکل بازیکن داریم و حالا درسته مثلا بازیکن به خاطر مسائل روحی، مسائل مثلا ذهنی ممکنه خورده درگیر بشه، نتونه اون سطحشو نشون بده، ولی کلیات همینه. با این قضیه موافق هستی یا نه؟ بعد برسیم به اون حالا بحث انتقاداتی که به مالک بود. بخوایم به این بحث بپردازیم باید به نظر ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم. ببین خب
خیلی اون اعتقاد داریم که این بازیکن‌ها مناسب این سطح نیستن. درسته؟ خب این بازیکن‌ها رو کی آورد؟ باید ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم. بنابراین ببین این اتفاقات، این مشکلات مالی اینا 100% روی توان بازیکن‌ها، روی اون عملکردی که میتونن بذارن خب تاثیر داره، ولی ما اصلا نمیتونیم بگیم مقصر کلا بازیکنان. این تیمی که بسته شد، شاید یه سری بگن آقا شما مثلا تو سطح لیگ 1 نیستی، چرا مثلا تو این تیم هستی؟ تو این خب الان حتی هر بازیکنی باشی، مگه بازیکن به خودش شک داره؟ مگه بهش پیشنهاد میشه میگه خب تیم لیگ 1 من خودم هم در اون سطح هستم میام بازی میکنم. هیچ بازیکن نمیگه من تو اون سطح نیستم که. اون بازیکن اومده بهش پیشنهاد شده بیا تو این تیم بازی کن، اومده داره بازی میکنه. نمیتونیم بگیم توی بازیکن چرا توی این لیگ هستی و داری مثلا بازی میکنی. اون کسی که بازیکن آورده مشکل داره و اون کسی که الان نیست. و البته حالا یه پرانتزی من باز کنم در مورد این مسئله. حالا حرف و حدیث و ابهام وجود داره دیگه. حالا اگر منظورت آقای زحمتکش بوده که کادر فنی اول فصل خب حالا با هم بودن دیگه. آره حالا ادعایی که از اون سمت وجود داره، حالا یک برگه‌ای هم منتشر کرده بودن، این بود که به هر حال اون بازیکن‌ها بر اساس لیست دامون سند گرفته شدن. یعنی همین قضیه هم حتی اینجا ابهام داره. ابهام زیاده با آره. موقع آخه دیگه نمیگم اینجوری هست یا نیست، میگم مبهم قضیه. اونم اگه حالا نمیدونم چه شناختی داشتم اول بخوام لیست بدم فلان بازیکنو بیارم. بیشتر بحث تیم بستن فکر کنم زیر نظر کادر فنی اول فصل بود. حالا شاید بودجه براشون تعیین کردن، گفته بودن باید برای این اساس باشه. خب اون نفرات حالا دیگه نمیخوایم زیاد بشکافیم، ولی خب حالا همونطور که گفتی اتفاقات بعد بازی فقط حمله بازیکنان نبود، مثل که حالا با آقای نعیمی هم حمله که البته میگیم حمله لفظی دیگه. آره حمله لفظی اشتباهی نکنه، فیزیکی نشید. حالا حمله لفظی بعدش حالا به سمت آقای نعیمی هم رفت. نظر تو چیه در این مورد؟ ببین آقای نعیمی پور حالا با ماها که صحبت میکرد، با هوادارا صحبت میکردن، میگفتن که بازیکنان جای نگرانی ندارن، من در حال هزینه ها رو تامین میکنم، بازیکن جدید یه دونش رو قبل از نیم فصل جذب میکنیم، با بقیه‌شون هم مذاکره میکنیم، نیم فصل شروع بشه ما به فکر جذب 5 تا بازیکن دیگه همون باشیم، به فکر اردو باشیم. هوادار چیزی که داشت حس میکرد و من چند تاشون هم صحبت کردم، دیدن که اینطوری انگار نیست. یعنی این وعده ها انگار تحقق پیدا نکردن و این چیزی که هوادار رو نگران کرده و حس میکنه که این فرصت طلایی داره از دست میره. تو میدونی که ما هر تیمی که میخواد خودش رو تقویت کنه توی نیم فصل اینجوری نیست که نیم فصل حالا تازه شروع شه برن حالا مذاکره کنن. یعنی هر مذاکره میخوان انجام بدن از قبل انجام میدن دیگه. نیم فصل شروع میشه اون حالت رسمی پیدا میکنه، میرن اردو آماده میشن نیم فصل دوم رو قوی شروع کنن. خب این شواهدش داره دیده نمیشه که این اتفاقات برای داماش داره میفته و از اون طرف هم بازیکنای فعلی خب رضایت ندارن. حالا من نمیگم که الزاما این بازیکن‌ها خوب عمل کردن، واقعا خب خوب عمل نکردن، ولی به این معنی نیست که دیگه اون حقوق اولیه‌شون هم نباید بگیرن. خب این قضیه به هر حال از نظر ذهنی روشون تاثیر میذاره و خوب میشه که به هر حال شرایط تیم بهتر بشه، یه خورده بچه‌ها وضعیت روحیشون بهتر بشه، بازیکن‌های جدید جذب بشن. حالا بازی سایپا هم که در پیش داریم دیگه، بعدش ببینیم که واقعا این اتفاقات میفته یا نه. اگر نیفته علی، من حالا هوادارا باز میان کامنت میذارن که بدبین نباشید، من به نظرم توی نیم فصل خیلی صریح بگم، ما دیگه سالها توی فوتبالیم دیگه، این تیم تقویت نشه، یعنی همین الانش هم ممکن دیر آره سقوط میکنیم، خیلی راحت سقوط میکنیم. یعنی هیچ دوره‌ای هیچ زمانی به این بدی هم سقوط نگیریم، یعنی سقوط میکنیم با اون سرعت و با کلم سقوط میکنیم، یعنی جوری سقوط میکنیم که از هفته قبل مثلا مشخصه که سقوط کردیم. و اگر قراره که این اتفاق نیفته الان فرصتشه واقعا. ببین در مورد آقای نعیمی خب ببین الان ماه پیش بوده که 2 ماه پیش بود،
عملا توافق شد دیگه، اون مراسم معارفه و بعد بیاد بعدش هم بارها توافق شد. آره بیاد سر تمرین، حالا بعد اونم به قول تو توافق داشت. خب توافقی کرده بر اساس فلان قرارداد و فلان تعهد و اینا، تیم دستشه، باید مخارجش رو بده دیگه. درسته. خب دیگه الان این اتفاقات داره میفته، هنوز میگن پرداختی نشده. الان اصلا یه بحثی هست که میگن بازی گشتزاران رو شاید واقعا هزینه سفرش مهیا نشده. چیزیه که میگن. حالا این اگه باشه خیلی نگران کننده است. من به شخص فکر نمی‌کنم اینطور بوده باشه. نمیدونم، من قضاوت نمی‌کنم چون در مورد مدرک نرم، ولی وقتی توی کنفرانس خبری از آقای مدیر رسانه‌ای داماش پرسیده شد که مثلا شاید مدرک رسانه ندید، هیچ جواب واضحی نداد و خب این یه خورده شک و شبهه واسه همین زیاد کرده. ولی خب وقتی توافقی کرده خب باید کارا رو انجام بده. الان من نمیدونم فقط کنار تیم تو بازی حضور داشتن و اینا که دیگه به معنی مالک بودن نیست. خیلی همه هوادار دیگه آقای نعیمی پور نتمو به ما نظرن که مثلا ما به فکر پول آقای زحمتکش اصلا به اون قسمتش کار نداریم. ما بحث فعل جاریه اوضاع تیم. خب الان چیزایی که به اون قضیه اصلا ما کاری نداریم واقعا. به حال ببین وقتی چیزی رو امضا می‌کنی، وقتی توافق می‌کنی، یه وظایفی رو گردنت میفته دیگه. اون وظایف باید انجام بشه و من همچنان حالا امیدوارم که تو این 45 روز نیم فصل اصلا نشه تو این علی اصلا چه میدونم 2 هفته دیگه فرض کن اصلا پول به تیم تزریق بشه، به همین تیم اصلا هیچ فایده‌ای نداره. قضیه تموم شده است. مثلا الان نمیتونیم بیایم به خاطر نتایجی که ما توی زمین میگیریم بیایم اینو بکوبیم تو سر مالک. شاید یه درصد کمیش به خاطر اینکه تعهدات مالی مثلا مهیا نشده، من دارم اونو میگم. مالک من حالا من و تعدادی از هوادارا انتقادی که داریم اینه که اون یه بازیکن چرا ملحق نشد به تیم. حالا یکی از بازیکن‌ها رو دیدیم داره تمرین میکنه، ولی خب بازیکنی که مدت‌ها تیم نداشته و آمادگی بازی هم نداره. یعنی ما یه بازیکن خوب می‌خواستیم که همین الان بیاد بازی کنه. ببین اومدن توی معارفه‌شون گفتن حالا مثلا می‌خوایم 55 امتیاز نگیریم. خب این که از اول ما گفتیم همچین چیزی شدنی نیست. بعد آره تو یکی از این بازی‌های دیگه که مساوی کرده بودیم اومدن جلوی سکوها گفتن مطمئن باشین تیم تک رقمی تموم می‌کنه. اونم توی فیلم ولاگمون هم بود. ولی تا اینجا شواهد چیزی نشون داده هیچ چیز داره به اون سمت نمیره. حالا ما تنها امیدمون برای ادامه فصل فقط همین 45 روز که خودش حکم پیش فصل، اونم به نوعی دیر شده دیگه. الان 2 روز دیگه با سایپا بازی داریم، مگر اینکه پشت پرده مذاکراتی کرده باشه. امیدوارم اینطوری شده باشه. حالا اتفاقاتی که افتاده بعد بازی دیگه چیزی که شده، عصبانیت هوادارا به خاطر وضعیت بود، به حال قابل درک بود، ولی هنوزم برای یه شروع دوباره دیر نیست و امیدوارم که درست شو به یه روال خوب برسیم دیگه. چی قبل از اینکه بحث در مورد بازی سایپا رو بخوایم شروع کنیم، من این نکته رو فقط خدمت دوستانی که این ویدیو رو دارن میبینن و ما رو سابسکرایب نکردن بگم که لطفا ما رو سابسکرایب کنید. سابسکرایب کردن شما باعث میشه که ما روحیه بگیریم، انگیزه بگیریم. زنگوله رو بزن. آره زنگوله هم که بزنید نوتیفیکیشن میگیرید که بتونید ویدیوهای تازه ما رو ببینید. این نکته رو هم بگم که مثل وارشتاک‌های قبلی توی این قسمت هم ما یک کد شارژ در نظر گرفتیم که تقدیم شما میشه و اولین نفری که این ویدیو رو ببینه طبیعتا میتونه ازش استفاده کنه. برسیم به بحث بازی بعدی، بازی با سایپا. بازی که حداقل ما انتظار داشتیم، هفته قبل صحبت کرده بودیم که هوادار بخواد اعزام بشه اونجا، این بازی قبلی رو میبریم، این یکی هم شاید بتونیم ببریم یا مساوی بگیریم، ولی الان قضیه اینطوری به نظر نمیاد. یعنی نه شرایط تیم خوبه، نه هوادار شاید حوصله‌شو داره، اصلا از سمت باشگاه هم چیزی اعلام نشد. حالا نمیخوام بحثو به اون سمت ببرم، خود تیم میره. خب نره کسی ممکنه سقوط مستقیم کنیم، ممکنه. آخه تو حکم قبلی نیومده بود اینجا، ولی اصلا 2 تا بازی نری تمام. آره خیلی احتمالش زیاده میره پایین، دست 3 میره تیم. دوباره از اول شروع کنیم با آقای مبین درخشان و اینا دوباره کلکل کنیم. سلام علیکم آقای. فکر کن مثلا بریم دست 3 درخشان اونجا باشه. سلام عزیز من خدمت هوادار داماج، من بازیکن رو نمیدم. بلش کن. خب آقا بازی با سایپای تهرانی که تو کرج بازی میکنه. خب تو هم که قرار شد بری دیگه.
خب بازی با سایپا، ما سایپا سالیان سال بازی زیادی باش کردیم. یه مدت اصلا یه بدشانسی عجیبی مقابل سایپا داشتیم، اصلا نمیتونستیم تیمو ببریم، هر بازی پشت هم میباختیم، اصلا یه تلس میشد. الان یه مدت دیگه اون تلس از بین رفته. البته بعد تیمیه که چند سالی از لیگ برتر افتاده، الان توی نیم تو شباهتایی بهش داریم دیگه، خیلی شبیهیم، خیلی جام با هم تقابل داشتیم. آره قهرمان سابق لیگ برتر، تیم خوبی بوده و اینا. الان هم تو این فصل مربیش هم یه بار عوض کرد، آقای حسینی نسب بود فکر کنم رفت. اخیراً آقای مجتبی سراسیایی اومده که خب یکی از مربیای نسبتاً شناخته شده است. یه مدت تو حتی لیگ قهرمانان هم تیمش رو هدایت می‌کرد، تو استقلال خوزستان بود، نه کدوم تیم بود، لیگ قهرمانان هم بودش. مربی با تجربه‌ایه. و بازی‌های سایپا بعضی وقت یعنی می‌دونی چیه، یکم سینوسی نتیجه میگیری. یعنی یه جایی مثلا میوازم یهو به اومد خلیج فارس ماشر باخت، یا مثلا 2 هفته پیش تو خونه به مسجد سلیمان باخت، این هفته گذشته تو خارج از خونه گشتساران رو برد. کلا خیلی سینوسی. آره ولی باز از تیمای بالانشین و مدعیه، مهره خوبی هم داره و بازی سختیه برای داماش. ولی اونم محتمله دیگه. من دیگه نمیگم باخت، من دیگه غلط بکنم بگم باخت. نه آقا اصلا این دفعه جدی میگم، میخوام یه پیش بینی دیگه بکنم. اصلا شاید اتفاق بازیه، شاید اتفاقاتی که بعد بازی قبلی افتاد باعث بشه یکم تیم من چیزه به نظرم جریه دار شده باشه، شاید بخوام بازی کنه. به نظرم ما میبازیم، بعدم میبازیم، آبروی شهرمون رو میبریم. دقیقاً در خانه داماد. به نظرم خانه دیگه اون داشت. جدی میگم، یعنی ما هر چی گفتیم مساوی میکنیم میبریم. به نظرم نه تنها میبازیم، بعدم میبازیم متاسفانه. چون چرا میگم؟ چون مثلا شایعات نمیدونم اعتصاب توی تیم مطرح شده، نمیدونم بازیکن‌ها وضعیتشون اینطوری، دور بحث مالکیتی اینجوری شده، هوادار مثلا یه شلغم ترشیه که یعنی اون سایپا خیلی از مرحله پرت باشه که واقعا نتونه این تیم رو ببره متاسفانه. حالا نتیجه رو میخوای پیش بینی کنی؟ یکیش شما چی میبازیم؟ میبریم مساوی، 1-1 مساوی. چه نتیجه؟ اولین بار میگم میبازیم. چه نتیجه؟ خانیه میگه همیشه میگه میبریم 1-0. نه من میگم 3 تا میخوریم. قبلا 3-0 از سایپا خوب باختیم. یه پس تو لیگ برتر من میگم 3 تا میخوریم حداقل. من به نظرم تو این بازی حالا آیا مثلا یه گل بزنیم یا نزنیم، به نظر من پیش بینی زدی چی میشه؟ نه ببین نباید خودمون رو گول بزنیم که بس اینه. بس اون تموم شد. حالا زمان زیادی هم نداریم، اگه بخوایم بیشتر صحبت کنیم باید ویدیو رو کات بزنیم اگه اشتباه نکنم. حالا دوستان میتونن بگن حرف پایانی بزنیم و دیگه ببندیم تا برسیم به همراه وارش تو که 3-4 روز آینده منتشر میشه. حرفی داری خود بزنی؟ نه واقعا، یعنی نه حوصله‌اش رو دارم نه در توانم خودش. بعد میگن چرا حال نداری موقع برنامه؟ آخه حالی برای آدم میذارن. نه والا، با خدا حالی میذارن. نه والا. من همونجوری بعد بازی از شدت عصبانیت به خاطر نتیجه همونجوری دارم دندونم همونجوری دارم ویدیو رو ویرایش میکنم که ببینید چی در میاد ازش. خب چی حرفی بزنیم؟ حرفی نداریم که واقعا. این نیم فصل فقط تمام بشه، بعد بیان این وارشتا که در مورد بازی با سایپا هم بریم، بعد دیگه نریم تا بهمن بریم. آره یه ذره کلمون رو بکوبیم، یه تیزی دیواری جایی ببینیم نیم فصل دوم تیم چی عذاب در میاد دیگه. همین فقط تنها امیدمون اون 45 روز تعطیلی اون نیم فصله. اگه چیزی در چنته دارن باید توی همین 1.5 ماه تعطیلی ارائه کنن. اگه نه که دیگه داماش رو رفته بدونید و برن، فکر نکنن به این راحتی برگردن. دیگه خودتون این بود وارشتا که این هفته. تا برنامه دیگه وارشتا که بعدی و قبلش هم همراه با وارش علی و پخش زنده بازی ازتون خداحافظی می‌کنم. خداحافظ.